سلام و سلامتی نثار همه عزیزانی که همین لحظه بیننده ما هستیم. خدا کنه که جور، صحت، سلامت و سرحال باشین و لحظات خوب و شاد و پر انرژی را آغاز کرده باشین. ارشاد یعقوبی هستم، در یکی از گزارش‌های جدید رسانه اجتماعی باران پلاس و ما آمدیم به یکی از نمایشگاه‌ها در شهر کابل که تمام مردم از نقطه نقطه افغانستان به اینجا تشریف آوردن و می‌خواهند که از نمایشگاه دیدن کنن و ما هم خواستیم که از هموطنان عزیز ما گزارش داشته باشیم. ما را همراهی کنین که همراه هموطنان ما صحبت‌های داشته باشیم. هموطنان عزیز، در کنار بانوی عزیز و جوان هستیم و بر ما درباره از این معلومات میده. سلام، خوش آمدین. خوب هستید؟ سلام، تشکر. شما هم خوش آمدین. سلام به بینندگان محترم شما. میشه خودتان معرفی کنید؟ آنیتا محمدی هستم از ولایت بامیان. و میشه که درباره تولیداتتان بر ما بگوین که چه قسم اینا آماده ساختین و چه قسم همکاری؟ کار من کار هنری هست در قسمت شبکه نگاری و سوختن نگاری، همچنان در پهلوی ایدوتا کار مربافی را هم انجام میدیم. سوختن نگاری ما تخته را میسوزانیم و شبکه نگاری تخته را بروش میزنیم و از موره را کنار هم بافته یک وسیله تزئینی برای دکور خانه و همینطور دفاتر و دکان و این چیزا جور میکنیم. یعنی اینا رو شما سوختاندین که قدر مقبول شده؟ بله ها، اینا که هست کلا کار سوختنیگاری هستن. اول اینا را طرحشان با پنسل روی چوب یا تخته حک میکنیم، بعد از او میسوزانیم که ماندگاریش بالاتر باشه و خراب نشه و با کیفیت تر میآید. هیچ وقت خراب نمیشه و پاک نمیشه. خیلی مقبول هم هستن. تشکر. و اینا را شما به نام چی یاد میکنین؟ چه قسم آماده میشه؟ و بله، اینا به نام شبکه‌نگاری هستند که تخته رو ما بریش میزنیم و دوباره سرش با سوختنیگاری کار میکنیم. ما هر متنی را که مشتری بر ما سفارش بده همون را براش نوشته میکنیم و دوباره براشون عرضه میکنیم. و در قسمت مربافی اینا به عنوان مربافی یاد میکنیم که ما از موره میتونیم چیزهای تزئینی زیادتر بسازیم. هر چیزی که مشتری سفارش بده همون رو برشان آماده میکنیم که یک جا قلمی هست برای دفاتر و منازل. و شما در کابل هم نمایندگی دارین یا فقط در ولایت هستین؟ نه خیر، فعلا نمایندگی در کابل ندارم ولی تصمیم دارم که یک نمایندگی بزنم، به خاطر که تقاضای زیاد شده در این نمایشگاه که من یک نمایندگی باید در کابل و اکثر ولایت های دیگه داشته باشم. با امید خدا کوشش میکنم که یک نمایندگی اینجا ایجاد کنم و بتونم دخترایی که از تحصیل بازمانده، البته خب از خدا میخواهم که دوباره اونا به تحصیل و تعلیم خود بازگردن و وظایف قبل خود دوباره به دست بیارن. باز در کنارش کوشش میکنم که همون دختر خانم های جوان را بیارم و کار هنری را که من انجام بدن و به عنوان شاگرد کتشان کار کنم. و این بخش مربافی را کلش خودتان جور کردین؟ بله ها، در بخش مربافی، سوختنیگاری و شبکه هر سه بخش کار میکنم و همکارای زیادی هم در آینده خواهیم داشت. چقدر وقت میشه که مصروف هنر هستین شما؟ من حدود 5 سال پیش را یاد گرفتم. قبل از آمدن امارات کارگاه داشتیم در بامیان ولی متاسفانه وقت امارات آمد بستیم، با خاطر خب ترس و استرسی که از امارات داشتیم و باعث شد که ما کارگاه را ببندیم. ولی بعد از حدود 7 ماه میشه که ما دوباره کارگاه را فعال کردیم و اونجا کار میکنیم. و به مدت چقدر وقت شما یاد گرفتین؟ چقدر هنرهای زیبایی است؟ برای آدم واقعا که میبینه خیلی مشکل معلوم میشه. حدود 1 سال را در بر گرفت که 6 ماه من در قسمت شبکه‌نگاری کار کردم و 6 ماه دیگه هم در قسمت سوختنیگاری کار کردیم. کسایی که علاقه‌مندی داشته باشن میتونن که زودتر یاد بگیرن و یعنی بله ها، کسی که علاقه‌مندی داشته باشه شاید حدود 2 ماه 3 ماه یاد بگیره و کسی که علاقه‌مندی نداشته باشه معلوم داره است که 5 سال هم سرش زحمت بکشیم یاد نمیگیره. و خیلی ممنون از شما. اگر پیام داشته باشین به هموطنان ما، به بانوها همنسل‌های خودتان؟ پیام همیشگی از خواهران عزیزم، امید انگیزی شما نباید از بین بره. هیچ کسی نمیتونه برای شما انگیزه بده، خودتان انگیزه خودتان هستین. همه
دختر بودنتان انگیزه خودتان است. این که در افغانستان دختر هستین نقطه قوت شما هست. پس قوی بمانید. همه چیز به امید خدا حل خواهد شد و دوباره روی پای خود ایستاد خواهیم شد و جامعه خود را مثل قبل یا بیشتر از قبل خواهم ساخت. خیلی یک پیام عالی و دلنشین. بسیار زیاد تشکر از شما. وقت بخیر. عزیزای بیننده، در کنار ما دو جوان عزیزی هستند که به این نمایشگاه تشریف آوردن و می‌خوایم همراهشان مصاحبه داشته باشیم. سلام برادر، چی حال احوال؟ عافیت هستین ان شاء الله؟ سعادتمند قراری خیراتی است، بخیر هستین؟ میشه خود به بیننده‌های عزیز معرفی کنین؟ خلیل الله هستم، یکی از بازدید کنندگان همین نمایشگاه هستیم. اومدیم به خاطر همین 2 روز میشه که اومدیم از همین نمایشگاه خوب ما که در افغانستان برگزار شده دیدن نماییم. سلام، خوب هستین ان شاء الله؟ صحتمند. شیرشاه زکی هستم، یکی از بازدید کنندگان همین نمایشگاهی که فعلا در کشور افغانستان شهر کابل برگزار شده. امروز روز سوم است و تقریبا 2 روز میشه که ما و دوستم همینجا میایم و دیدن میکنیم از ساخت وطن، دستکاری‌های وطن، چیزایی که وطندارای ما میسازن، از اینا بازدید میکنیم. و در این مدت 3 روزی که این نمایشگاه برگزار شده شما در 2 روز هر 2 روز آمدین؟ بله هر 2 روز در بودیم و از تمام نمایشگاه دیدن کردیم و ان شاء الله کوشش خود میکنیم که تا روز آخرش ما اینجا باشیم. ان شاء الله. آیا چیز خریدین هم؟ بله، ما یکی از همین تسبیح‌ها را که ساخت وطن خیلی بود یک تسبیح مقبول از بیننده. ببینین چقدر خریدین؟ این را در حدود 5000 روپیه گرفتیم. بسیار یک سنگ خوب است که سنگ کربا است، بسیار تسبیح خوب است. ما میتونیم که از این نمایشگاه بسیار چیزای موفق و خوب خریداری کنیم. بسیار چیزای خوب است که خدا کرده که همین نمایشگاه، همین رقم نمایشگاه در سطح افغانستان برگزار شود که بتونیم خارجی ها بتونن از اینجا دیدن کنه و برای هموطنای ما یک زمینه کسب و کار برگزار شود تا همه ایشان وادار به این نشه که برای خارج برای کار و برای تحصیل یا که اینجا باشه کار کنه. آیا از امارات اسلامی میخواین که بیشتر از این برگزار کنن از این نمایشگاه؟ بله، دقیقاً یکی از خواستهای بزرگ ما این است که همچون نمایشگاه را بتونه در سطح افغانستان، مهم نیست که در سطح کابل باشه یا ولایت باشه، برگزار کنه که جوانا همه مردم افغانستان بتونه در اشتراک کنه، چیزای خوب بخره و بعضی هموطنای ما که بیکار است صاحب کسب و کار شوند. و تولیدات خیلی زیادی در این نمایشگاه بود. خودت کدام تولید خیلی خوش آمد و خوشایند بود برات؟ ما تولیداتی که از بنیاد آقاخان از ولایت زیبای بدخشان ما آورده بودن اونا بسیار خوب بود و یکی دست ساخت های مردمای هزاره ما بسیار خوب خوش آمد. شما با سلامت باشین و در اخیر اگر پیامی داشته باشین برای جوانای عزیز کامرای ما در خدمتتان است. پیام ما و تمام جوانا و تمام مردم افغانستان اینمی است که کوشش کنه که در افغانستان تا حد آخر هم کوشش کنه که در افغانستان باشه، کار کنه، زحمت بکشه که ما بتونیم خود ما افغانستان خود پیشرفت بدیم. اگر خود ما نخواهیم کسی دیگه نمیتونه که همراه ما همکاری کنه. خود ما بخوایم کار کنیم، زحمت بکشیم، از ساخت وطن خود انکشاف بدیم. همین پیام ماست. شما با سلامت باشین. پیام شما؟ پیام من است که من از امارات اسلامی افغانستان خواهشمند هستم که همچون نمایشگاه ها را در سطح تمام کشور برگزار کنند، چون در توسعه اقتصاد کشور بسیار مفید واقع میشه و تجارت ما ان شاء الله به طرف پیشرفت سوق داده میشه. ان شاء الله بخیر. ان شاء الله. خداحافظ. خداحافظ. عزیزای بیننده، در کنار یک بانوی آمدیم که خیلی محصولات خوبی دارن و میخوایم ازشان صحبتایی داشته باشیم. سلام، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ میشه خودتون؟ الرحمن الرحیم. سلام برادر، خوب است؟ بخیر هستی؟ اسم من آصف بنت همراهان متعلمه صنف 12 میوناست از ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزر. میشه درباره محصولاتتان بر ما بگین که چند نوع محصولات دارین؟ و 2 نوع محصولات داریم. مغز پیستا تولیدات شهر بزرگ است در سطح ولایت بدخشان. بسیار عالی. و کیفیت کدامش بالاست و بیشتر خرید و فروش کدام بخشش داره؟ خرید فروش مغز زیاد است، کیفیت ازش زیاد است. این مغز است، این پیستا است. کیفیت ازش زیاد است، فروش مغز زیاد است.
و مردم زیادتر کدامش خوش میکنه زیادتر؟ چند نفر فعالیت دارین و در کدام ولایت ها شما فعالیت دارین؟ فقط در ولایت خودتان؟ در ولایت بدخشان در مسئول شهر بزر. در کابل نمایندگی ندارین؟ نه در کابل نمایندگی نداریم. همین دفتر آقای خودمون نمایشگاه شرکت کردیم. میخوایم در کابل هم نمایندگی داشته باشیم. هم دوست هم وطن هستیم شهر بزر بدخشان. بسیار عالی و پیامتان چی است به هموطنان عزیز ما، به جوانا و خواهرها دختر خانمایی که از بیکاری رنج میبرند و همیشه درس که بند از خیلی جگرخون هستند، پیامتان به اونا چی است؟ پیامی ما به همکاران عزیز و هموطنان عزیز ارجمند خواهرام یا برادرام امیست که باید ما در خانه نشینیم. باید هر کدام ما یک مسئولیت داشته باشیم، یک مسئولیت پذیر هستیم، باید بریم یک کار به دست ما خود انجام بدهیم. یا نمایشگاه است یا شهر است یا وطن است، هر جا کی است. خیلی ممنون، سپاس. خداحافظ. عزیزان بیننده، در کنار یک جوان عزیزی هستیم که به نمایشگاه آمدن و همراهشون صحبت‌های می داشته باشیم. برادر سلام، چه حال عافیت هستین ان شاء الله؟ سلامت بخیر باشین، مهربان هستین. یک سلام خاص برای خود شما و تمام بیننده‌های عزیز. میشه که خودتان معرفی کنین به بیننده‌های عزیز؟ عمران خان هستم، امیر تخلص میکنم باشنده کابل. و چی چیز را متفاوت در این نمایشگاه یافتین؟ چی براتون خوشایند بود؟ یگانه چیزی که من اینجا خوشایند برام تمام شد اوی بود که تمام هم اقوام افغانستان البته اینجا به خاطر همون نمایشگاه داشتن محصولات خود آمده بودن. این برام بسیار خوشایند تمام شد، چون اتحاد و اتفاق نماد اتحاد و اتفاق بود که همه اقوام افغانستان اینجا همون محصولات خود به نمایشگاه داشته بودن. و چقدر میتونه که این نمایشگاه موثر برقرار شود؟ اهمیت خاصی داره، چون برگزاری قسم نمایشگاه ها اما محصولات داخلی افغانستان، اما محصولات ناخالصی که ما البته داریم، اون تمامش به نمایش گذاشته میشه و هموطنان ما که از اینجا دید و بازدید میکنن با اون محصولات داخلی کشور خود چیز میشن، یعنی برشان معلوم میشه که ما در کشور خود چیز داریم، یعنی اما محصولات خود که تولید میکنیم کدام ها از چی هست، اهمیت خاصی خود داره. و چقدر راضی هستین از امارات اسلامی و میخواین که دوم نمایشگاه بیشتر برگزار کنن؟ خواست ما از امارات اسلامی افغانستان همیست که با برگزاری همین قسم مراسم ها به نحوی میتونه که همون محصولات خود، همون محصولات داخل افغانستان همچنان به تمام مردم به نمایش بگذاره و از طرف دیگه این میتونه یک نوع عاید بسیار کم بگیم زیاد بگیم میتونه برای کشور همچنان داشته باشه. و چقدر میبینین که پیشرفت ترقی نسبت به قبل خوبتر شده، بهتر شده؟ والای رقم دقیق گفتن نمیتونم، چون خود شما چنان میفهمین دیگه. خب بازم خوب است نسبت به اینکه برگزار نشه و نسبت به اینکه برشون توجه نکنه، اما خوب است، بازم قابل ستایش است. بله. و پیامت برای جوانای عزیز چی است که خارج از سفر میرن، از کشور میرن سفر میکنن و چی است پیامتون به اونا؟ پیام من به تمام جوانان عزیز که ما خو البته مستقیم نمیتونه که بالاشون تاکید بکنیم، چون اونا هم از شوق و علاقه نمیرن. البته به نحو از آنها مشکلات را میبینن دیگه. یکی از مشکلات بیکاری است که امی یگانه دلیلی هست که جوانان میخوان ترک بکنن کشور خود، اما ترک کردن کشور هم به این معنی نیست که ما ابدی بریم، نه خیر دیگه. شاید به همون مشکلاتی برن به خاطر که بیکاری هست و میخوان اینجا برن کار بکنن. خب بازم اول کوشش سعی و تلاش خود بکنه اگر در کشور برای خود به شکل از اشکال برای خود یک کار، یک زمینه یا یک فرصت کار برای خود مهیا کنه. خب بازم اگر نمیشه دیگه میتونن. چقدر خوشبین هستین که کار بیشتر در آینده خوبتر شود و برای جوانای عزیز؟ والا فعلا فکر میکنم که متاسفانه بگویم که هیچ خوشبینی به خاطر آینده نیست. باید خوشبین باشیم، باید امیدوار باشیم، ان شاء الله بهتر میشه. ان شاء الله بازم امید داریم، یعنی به این معنی هم نیست که ناامید باشیم، امید به خداوند متعال داریم، اما شرایط قسمی است که هیچ کس نمیتونه که آینده را یک لحظه هم پیش بینی بکنه. بله. خیلی تشکر. بخیر باشید. هموطنان عزیز، همراه ما باشین در بخش لحظات بعدی برنامه. هموطنان عزیز، در کنار یک بانو هستیم که خیلی تولیدات عالی دارن و می‌خوایم ازشان مصاحبه داشته باشیم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ میشه خود معرفی کنین به هموطنان عزیز؟ تشکر، زنده باشین. سلام به شما و بیننده‌هایی که ما را می‌بینن از طریق شما. بهشته صدیقی هستم، معاون شرکت تجهیزات کوچی. میشه که تولیداتتان بر ما معرفی کنین و
حتما چون تولیدات ما جواهرات کوچی است و جواهرات که امرای لباس افغانی پوشیده میشه هم نو است هم کهنه است، اما ما زیاد توجه ما به جواهرات کهنه است، کهن ما، و لباسای ما هم لباسای کوچی کهنه است و که لباس نو هم که ما میسازیم از زمین انسپایر شده میسازیم. بسیار عالی. و باز قیمتای نوش بالاست و یا از کنش؟ از کهنه بالاست طبعا. بله، چون کیفیتشان بالا است. کیفیتشان بالا است و چون قدامت تاریخی دارن باید قیمتشان بالا باشه. و این لباسا رو خودتان آماده میسازین؟ این لباسای کوچی هستن، اینا رو کوچی ها آماده میسازه، ما فقط اینا رو پرزنت میکنیم و از رویشان کوشش میکنیم که هم رقمشان جور کنیم. و در کدام ولایت ها با شما فعالیت دارید؟ ما در ولایت کابل فعالیت داریم، اما فروشات ما آنلاین است. ما فروشات آنلاین داریم و مشتریای ما زیادتر افغانایی است که خارج از کشور زندگی میکنن. میشه درباره از اینا بر ما بگوین که دزدوزی است به نظرم؟ بله، این دزدوزی است، موردوزی است و این مردم کوچی ما به خیمه‌های خود آویزان میکنن به خاطر تزیین است. مردم ما زیادتر به چی استفاده میکنن؟ اینا به تزیین استفاده میکنن طبعا، به تزیین و دکور خانه، دفتر، هر جایی که میخواین لوک وطنی داشته باشه اونجا استفاده میشه. بعض دختر خانم‌ها خیلی دوست دارن در لباسای خودشون ساده‌ترش استفاده میکنن. او که در لباس استفاده میشه او لونگ است، یک رقم مساله دیگه است، اگر در برنج مفته اگر متوجه شده باشین او را لونگ میگن. او مثل تسبیح تار میشه و در یک بغل پیران خود میمانن. او به خاطر تزیین نیست، به خاطر عطرش استفاده میکنن او را. و پیامتان چی است به دختر خانمایی که در خانه هستن کار نمیکنن، مشکل دارن؟ دختر خانمایی که در خانه هستن ما میخوایم که اونا را تشویق بکنیم هر هنری که دارن او را استفاده کنن. و فعلا وقتی که شرایطی که فعلا هسته فقط همین کار ما میتونیم، چیزی که در دسترس ما از او استفاده بکنیم به جای از اینکه شکایت کنیم و رنج ببریم. خیلی ممنون بانوی عزیز. تشکر از شما. هموطنان عزیز در ادامه با ما بیننده باشید. هموطنان عزیز، در کنار یک تن از همشهریای ما هستیم و همراهشون صحبتایی می داشته باشیم. خاله جان خوش آمدین. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ سلام، خوب هستید؟ دارم با کل دوستایتان. میشه خودم معرفی کنین به هموطنان عزیز ما؟ من یک تن از میگم اینجا را بیننده‌اش هستم، اشتراک کننده‌اش هستم که آمده ایم میبینم. چی براتون خیلی خوشایند بود، مفید بود و متفاوت یافتین در این نمایشگاه؟ کل چیزا دیگه خوب بود. لذت داشت براتون؟ لذت بردین؟ یا لذت بردیم. خوب است، یک سرگرمی بود، خرج کردیم، خوش تیز شد. چقدر موثر است همین نمایشگاه که برگزار میشه برای همگی؟ خوب است، زیاد کلگی بلاخمند است، کنه زیاد نفر آمده. و شما چیز خرید هم کردین یا فقط؟ خریدیم، فقط خریدیم. چی خریدین؟ نه خریدیم تا بالا، نه خریدیم. تصمیم دارین بعض چیزا خرید کنید؟ خیلی چیزای مقبولی است، هر چیزی که آدم ببینه واقعا خوش آدم میاد. خوشم آمد خود خریدیم. بله بسیار خوب. و پیامتون چی است به هموطنان عزیز ما، به جوانای عزیز پیام دارین؟ پیام دیگه اینمی است که خوش باشن دیگه، چی بگم دیگه؟ سلامت باشین، بخیر باشین. بسیار زیاد خوش تشکر. باشن، تشویش نکنن، زنده باشن کلشان. بخیر سلامت باشین. هموطنان عزیز، خیلی ها ممنون از اینکه تا این دم ما را همراهی کردین. آهسته آهسته رسیدیم به لحظات پایانی برنامه و خدا کنه که برنامه ما مورد پسند شما خوبان قرار گرفته باشه. تا برنامه‌های جدید ما، بدرود.